دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه خواسته است که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق را به دولت برگردانند. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی گفته می شود که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد سرتیفیکت حقوق استفاده زمین دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده زمین به حکومت شهر خاروق داده شود. هنوز مقامات رسما این موضوع را شرح ندادند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، آیا معلوم شد که با چی دلیل مقامات این زمین را غیر قانونی میدونند؟ سلام بینندگان گرامی، سلام امین. اطلاعی که برای ما دسترس شد، حالا مقامات تلاش دارند از صاحبان خانه هایی که قبلا زمینشون را برای بنیاد دانشگاه داده بودند زبان خط میگیرند. برخی از ساکنان خاروق از جمله با 2 نفری که صحبت داشتیم ما و آنها بنابر امنیت شخصشون نامناسبشون رو آشکار نکردند، به رادیو آزادی گفتن آخری سالهای 90 شبکه آقاخان زمین‌های منزل آنها را در محله دشتک شهر خاروق با نرخ 75 هزار دلار خریده است. به گفته این ساکنان، آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند، ولی به نقل آنها 2 هفته قبل نماینده های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که خرید و فروش زمین منزل های شما با تشکیلات آقاخان نادرست انجام شده است و می توانید دوباره شکایت برید. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان آقاخان برای زمین منزل او پرداخت کرده است کم است. اما تلاش‌های ما برای فهمیدن نظر طرف مقامات تا این دم بی نتیجه بود. فعلا روشن نیست که مقامات با چی دلیل میخوان زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خاروق دولتی کرده شود. باید بگویم که دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس همین دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آقاخان 4 امضا کردند. همین سازشنامه از جانب پارلمان های همین 3 کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. این است. میرزانبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ چرا حکومت تلاش دارد که این زمین رو پس بگیرد؟ ببینید، مسئولین حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در رابطه با این مسئله حرف نمیزنند و شرح هم نمیدهند. ببینید، دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخوان مالکیتش را دولتی کنند. همین ماه گذشته لیسه آقاخان در شهر خاروق دولتی شد و پیش از آن مهمانخانه سرینا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خاروق هم به فایده دولت گذرانیده شد. و سال گذشته باغ مرکزی فراغتی شهر خاروق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند. این سازمان زیر نظر آقاخان تا کنون درباره این عملکرد مقامات و دولتی شدن اموال زیر ساختارش رسما چیزی نگفتند و نمیگویند، ولی تحلیلگران میگویند مناسبت مقامات تاجیکستان با تشکیلات های شبکه آقاخان در تاجیکستان بعد حادثه های خونبار ماه می و ایونی سال گذشته دیگر شده است. آنها میگویند کوشش به خرج می رود که حضور سازمان های آقاخان در قلمرو تاجیکستان کمرنگ کرده شد و صحن اون تنگ کرده شود. تشکر از شما بینندگان ارجمند. تفصیلات بیشتر درباره سرنوشت مالکیت بنیاد آقاخان را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.